پیوندان دو نفر از شهروندان تاجیکستان که در قرقیزستان با جرم‌های سنگین به حبس ابد محکوم شدند از پرزیدنت امامعلی رحمان خواستند به این قضیه رسیدگی کند. آنها میگویند پیوندانشان بیگناهند، اما قرقیزستان بنابر انگیزه‌های سیاسی و نقارگیری به آنها چنین حکمی سنگین تعیین کرد. یکی از آنها نرگس جبارова به رادیو آزادی گفت مقامات قرقیز یگان دلیل بیگناهی نزدیکانشان را نمیپذیرند و از این رو از حکومت تاجیکستان امید دارند که در آزادی آنها کمک رسانند. خواهشم همین که پرزیدنت جناب عالی امامعلی رحمان که همین شوهر ما را از همونجا آزاد کنم. اسکر یونسوف اسکر نرگس دارد و زنی واقعیم منم نرگس حد ما همین محتاج همین کس که همون فرزند ما اکن سربان شوند پدرشان اونده یا که نتونن همین تاجیکستان بیارن به حضور رفته بیای شوهر ما گپ زنیم اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گپ میشد ما بوده قبه میکند اونجا هم تو درویم ناقانونی دیگه ناقانونی. و در ادامه این صحبت از همکارم مولا رجب یوسفی که در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری داشت پرسیدم که مقامات تاجیکستان در این زمینه چیکار کردند و آیا نقشه های برای کمک رسانیدن جهت رهایی این دو شهروند تاجیکستان دارند؟ در سفارت تاجیکستان در قرقیزستان به رادیو آزادی گفتند تا این دم در رابطه با مسئله عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف با دادستان کل قرقیزستان و معاون اول وزیر کارهای خارجه قرقیزستان واخوری گذراندند. مسئولین این سفارت تاجیکستان گفتند که روزهای نزدیک یک هیئت آنها به ناحیه لیلک سفر کرده با رئیس سود این ناحیه و همچنین با خود عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف واخوری می‌گذرانند. مسئولین سفارت تاجیکستان همچنین گفتند در نظر دارند که از روسیه وکیل دفاع آورند تا از حقوق‌های این دو شهروند تاجیکستان حمایت کند. بازداشت عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف و به حبس ابد محکوم شدن آنها در قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. بسیاری‌ها از حکومت طلب دارند که برای آزادی این دو شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرازق عبدالقهارov و اسکر یونسوف با آخر ماه اپریل علیق‌ترش به مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل برمیگردد. در این مناقشه از هر دو طرف 55 کس کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نیروهای همدیگر را در سر زدن این مناقشه عیبدار کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. بیننده ارجمند، رادیو آزادی سرنوشت دو شهروند زندانی تاجیکستان در قرقیزستان را پیگیری خواهد کرد و از هر خبری تازه‌ای که در این باره به دست ما رسید شما را در جریان خواهیم گذاشت.